توی این قسمت لاستیک هوندا گلدوینگ و CBR رو عوض میکنیم، میریم مغازه موتور فروشی، باز من کلی حرف میزنم و عذر و بهونه الکی میارم نشده و یا این آخر سرم میریم واسه یه سواری خیلی باحال. سلام دوستان، به موتورسایکل فان خوش اومدید. ویدیو امروزمون یه مقداری متفاوت از همیشه است و دلیلش همونه که دو تا از موتورام نیاز به لاستیک دارن. باید لاستیکاشون رو عوض کنیم. در حال حاضر لاستیک جلوی هوندا گلدوینگ همینطور که می‌بینید کاملا دیگه صاف داره میشه و خیلی دیگه امنیت نداره سوار شدنش. لاستیک عقب هوندا CBR هم به همون صورت نیازه که عوض بشه. بعد با خودم فکر کردم که از این پروسه برای شما ویدیو بگیرم، لاستیکا رو در میارم و میبرم مغازه‌ای که معمولا لاستیکا رو میبرم عوض میکنم تا برام لاستیک جدید رو روش بندازن. قاعدتا میتونم خود موتور رو ببرم تا اونجا چرخش رو در بیارن و لاستیک رو عوض کنن، اما اینطوری خیلی گرونتر در میاد. اینجا هزینه تعمیرات واقعا گرونه، ساعتی $170-80 چارج میکنن. این کارم برای این موتور مثلا یه چیز هولوش یه ساعت و نیم تا 2 ساعت چارج میکنن. $300 فقط پول تعویض میشه، در حالی که خود لاستیک این رو من خریدم 270. از جهتی هم خب من که دیگه دست به آچارم، پس مشکلی برای این قضیه ندارم. لاستیک اینو در میارم، شما هم ببینید که چطور این دم و دستگاه میاد بیرون و لاستیک عوض میشه. لاستیک عقب CBR هم پشت سرش در میارم. سعی میکنم ویدیوی کوتاهی بشه، زیاد طولانی نشه. پس بدون فوت وقت بریم سر کار. خب الان فهمیدم که باید کالیبرای ترمزم در بیارم، اگه نه چرخ در نمیاد. خب با در آوردن یکی از کالیبرا چرخ آزاد شد. خب این از چرخ گلدوینگ، چرخ CBR هم الان در میارم. حالا نوبت CBR. جابجایی این موتورهای مقداری تو این فضای کوچیک سخته، ولی خب تونستم که اون دو تا موتور دیگر رو اونور جا بدم تا اینجا جا برای این کار باز بشه. حالا چرخ رو باز میکنیم. خب این از چرخ هوندا، برای اینکه ببینید، نمیدونم توی تصویر چقدر خوب دیده میشه، این وسط سنگین هم هست. این وسط میبینید دیگه این وایراش و نخاش دیگه داره نمایان میشه، عمرشو کرده. متاسفانه به خاطری که بیشتر زمان سواری رو آدم توی مسیر مستقیم میره، این وسطش به قول ما کچل میشه. کناراش همچنان میبینید که کاملا این آجاش هستش، ولی وسطش قشنگ صاف شده. بله، حالا این دوتا چرخ رو میذارم تو ماشین و میرم اون شاپی که لاستیکا رو میخوام برام عوض کنه. از اونجا هم براتون فیلم میگیرم تا اینکه کلا ببینید پروسش اینجا چطوریه. اینجا یه فروشگاه، در واقع فروشگاه موتور و لوازم موتوره. پشتش هم یه تعمیرگاه داره که خیلی معروفه تو این منطقه و آدم منصفیه. کلا اینجا هزینه تعویض لاستیک خیلی گرونه، اما اگه همینطوری لاستیک رو ببری عوض کنی
یه چیزی هولوش 50-60 دلار چارج میکنن بابت هر لاستیکی غیر از قیمت لاستیک، مگر اینکه بعضی از این شاپ ها هستن که میگن که اگر لاستیک از خودمون بخری تعویض و ازت پول نمیگیریم. منم همین کارو کردم، لاستیک رو از خودشون اوردر دادم. لاستیک گلدوینگ رو نداشتن، برای همین هفته پیش اوردر دادم و بهم زنگ زدن دیروز که لاستیک اومده. ولی لاستیک CBR رو داشت، اون چیزی که من می‌خواستم اون برند رو داشت و واسه همینم گفتم که دو تا لاستیک رو با هم میارم که برام عوض کنیم. پس لاستیکا رو میبریم اونجا. خب این مغازه‌ای که لاستیکا رو قراره توش عوض کنیم. لاستیکا رو گذاشتم تو ماشین. حالا اینو برمی‌دارم و میبرم داخل. از داخلم یه ذره فیلم میگیرم براتون. خب اینجای ویدیو قرار بود اون تیکه فیلمیو که از داخل فروشگاه گرفته بودم ببینیم، اما متاسفانه به هر دلیل نامعلومی اون تیکه فیلم رو پیدا نمی‌کنم. حالا یا دکمه رکورد رو کلا نزده بودم و ضبط نشده و یا اینکه اون تیکه فیلم از بین فیلمام پاک شده به هر دلیل. صحنه‌های داخل فروشگاه میتونست خیلی جالب باشه براتون، اما متاسفانه خب ندارمش و فقط یکی دو تا تیکه کوچیک فیلم برام مونده که اونا رو بعد از این می‌بینیم. گفتم که اینو بهتون توضیح بدم و ازتون عذرخواهی کنم. قول میدم که دفعه بعدی که برم اون فروشگاه و یا فروشگاه دیگه که میرم حتما فیلم خوب بگیرم و براتون بذارم اینجا توی کانال. اما قبل از اینکه بریم برای دیدن بقیه ویدیو، فکر میکنم بد نباشه که یه توضیح کوچولو بدم در مورد اینکه چرا یه سری ویدیو رو به صورت مداوم پشت سر هم روی کانال نمیگذارم. گفتم شاید برای بعضی از دوستان سوال باشه که مثلا ویدیوی GSX شماره 2 رو چرا بعد از شماره 1 نگذاشتم و این ویدیو رو در عوض میبینیم. خب به صورت کلی وقتی اینکه داریم کار تعمیر یا بازسازی روی موتور میکنیم، معمولا همونطوری که توی ویدیو قبلی سوزوکی دیدید من خب روی موتور کار میکنم و بعد در حین اون ویدیو کشف میکنیم که خب یه سری قطعات لازم داریم و من باید اوردر بدم، یا اینکه یه سری مسائل نامعلوم هست که باید در موردشون تحقیق کنم و این زمان میبره. معمولا قطعاتی که برای این موتورهای قدیمی مخصوصا نیاز هست طول میکشه تا بیاد، بسته به اینکه اون قطعه از کجای آمریکا یا حتی از کجای دنیا داره میاد. ممکنه که بین چند روز تا چند هفته طول بکشه گاهن. همونطور که تو ویدیوی CBR دیدید یکی دو تا قطعه رو باید از اروپا سفارش میدادم و خب رسیدن اون قطعات به من یه مقدار طول میکشه، معمولا بیشتر از یک هفته است خیلی وقتا. برای همین هم هست که اگر فرضاً امروز ویدیوی شماره یک موضوع رو میبینید، بلافاصله هفته بعد ویدیوی شماره 2 آماده نمیشه، چون که کار روی موتور هنوز انجام نشده به خاطر نبود قطعات. اما قطعاً ویدیوی شماره 2 سوزوکی میاد بعد از این ویدیو. هفته آینده انشالله ویدیوی سوزوکی رو میبینید و فکر میکنم که این بارم براتون جالب و جذاب باشه. حالا میریم با هم ادامه ویدیو رو میبینیم. اینم از موتورهایی که بیرون گذاشته، اینا همشون موتور دست دومن. اینا موتورهای دوال سپورتش یا به قول ما تریلش. اینا هم که رویال انفیلد و اینم یه ترایمف دیتونای قدیمی. باید مدل چند روز ببینم 98، این مدل 998. بله اینم از یه مغازه معمولی. این دیلرشیپ نیست، یه مغازه معمولیه ولی خیلی معروف تو منطقه ما. کارش خیلی خوبه برای همین مشتری زیاد داره. اینم از لاستیکا نصب شده روی چرخ. What kind of bike do you have? حالا میبریم خونه واسه نصب. خب حالا که لاستیکا رو انداختیم روی چرخ‌ها و آماده است برای نصب، قبل از نصب یه توضیح کوچولو بدم بهتون، اونم در مورد برند و قیمت لاستیکا. برای هر دو تا موتور فقط یکی از دو تا لاستیکشون رو من عوض کردم، پس لاستیک رو باید مچ می‌کردم با لاستیک دیگه‌اش. مثلا برای CBR لاستیک جلو که هنوز نیازی به تعویض نداره، داندوپ QS پلاس هست، عقبی رو هم باید با اون مچ کنم قاعدتاً. پس داندوپ گرفتم، اما QS پلاس دیگه تولید نمیشه. در عوض الان Q5S مدلی هست که مچ میشه با اون Q3 پلاس جلو. این لاستیک $270 برای من در اومد. اما لاستیک گلدوینگ بریجستون اکسدرا هست
مخصوص موتورهای تورینگ، اون یکی. و قاعدتا این لاستیک CBR هم لاستیک مخصوص موتورهای اسپورت هست. اون لاستیک بریجستون اکسدرا روی گلدوینگ دقیقاً مچ هست با لاستیک قبلیش که روی موتور بود و لاستیک عقبش همون برند هست دقیقاً و اون درآمد برای من $255. حالا میریم برای نصب. خیلی خوب، لاستیک رو بستیم رو CBR. قبل از اینکه کار رو تموم شده حساب کنیم روی موتور، باید این پیچ اکسل رو به اندازه تورک ولیوش صفر کنم. دوباره تورک متر رو استفاده میکنیم. تو سرویس منیوال موتور نگاه کردم، میگه واسه این مهره 113 نیوتن متر تورک لازمه که البته عدد خیلی بزرگیه. حالا این رو روی 113 نیوتن متر تنظیم میکنم. 113 ببینیم چطور میشه. و صدایی که شنیدید صدایی بود که میگه به اندازه کافی صفر شده. حالا که کارمون با موتور تموم شد، میتونیم بریم با خیال راحت سوار موتور بشیم. شما هم همراه من باشید. یه دور باحال میزنم توی جاده‌های کوهستانی اطراف شهر. البته این نکته هم بد نیست که بگم، همیشه وقتی که لاستیک نو میندازید روی موتور، یه 50-100 مایلی یا 100 کیلومتری با مراقبت باید سوار موتور بشید تا اینکه این سطح خیلی صاف و صیقلی لاستیک یه مقداری ساییده بشه و یه وقتی موتور سر نخوره موقع سواری. پس الان میریم با موتور یه دور باحال میزنیم، اما با شما همینجا خداحافظی میکنم. اگر دوست داشتید میتونید همراه من موقع موتور سواری بمونید. مثل همیشه از اینکه تماشا کردید ازتون ممنونم و تو ویدیو بعدی میبینمتون. خوش باشید.
It's easy to move on, being headstrong rather than being honest. The days that I wasted trying to fake it, turns out I was wrong. Now you're gone, a taste of your skin